بخش جمهوری تاجیکستان فیروز امون میباشد که امروز در برنامه ملود نور تشریف دارد. فیروز خوش آمدید به برنامه ملود نور تلویزیون دوشنبه. سلامت باشید. امروز که شما رو همگون میشناسند، حرمت و عزت میکنند، سرودهایتان رو گوش میکنند و لذت هم میبرند. در این سال نو میلادی سال 2021 با خلق تاجیک و ملت تاجیک برون مرزی چی بخوری هستید؟ توانید شما در این سال نو میلادی؟ تشکر زیاد و کلی مردم تاجیک در این سال میلادی بوری خواهم بگذار چه موضوعی که در سال 2020 عملی نگریده است در سال 2021 جمعه عمل شد. سلامت باشید. فیروز امون است در برنامه ما. فیروز شما امروز آوازی بهت خوب دارید، آوازی فوران دارید. میتوانید چهار بیزن همون سرود لیلا فدای تو گردون را زمان بگید؟ سلامت باشید. لیلا فدای تو گردون، ناز و ادای تو گردون، مالی لبای تو گردون، آگوشت پای تو گردون، یواش یواش راه میری و رفتنای تو گردون، صدای کفش پاد میای کفشای پای تو گردون. بینندگان عزیز، فیروز امان بود با ما در برنامه میلاد نوری تلویزیون دوشنبه. سلامت و سربلند بمانید. رحمت شما و فیروز امان. برده سلام